تفکر نقادانه مثل تنفس ضروری چون یک. امروز با حجم زیادی از اطلاعات مواجهیم. اگر جلوی ذهنمون فیلتر نذاریم و هر فکری آزادانه اجازه ورود داشته باشه، دو تا اتفاق میفته. یا توهم آگاهی میگیریم، فکر میکنیم خیلی آدم‌های باسوادی هستیم، یا برعکس احساس بیسوادی میکنیم و به خاطر همون فلج اقدام کردن میگیریم. اما با نگاه نقادانه، با ارزیابی کردن، بررسی کردن، زیر سوال بردن اطلاعاتی که در معرضش هستیم، فقط اطلاعات مفید رو برداشت میکنیم و بقیه رو که مرتبط با مسائل امروزمون نیست پس میزنیم. به این ترتیب به آدم‌های عملگراتری تبدیل میشیم. و دو، جهل از تعصبات فکری میاد، از ارزیابی نکردن و نسنجیدن باورهای کهنه میاد. فکر کردن خیلی کار سختیه و به خاطر همین خیلی از آدم‌ها فکر نمی‌کنن. امروز که هر کدوم از ما یک رسانه شخصی توی فضای دیجیتال داریم، چقدر خوبه ساعت بیشتری رو به تفکر نقادانه اختصاص بدیم و اگر دغدغه تاثیرگذاری داریم، مروج افکار ارزشمند باشیم.